دوستان سلام. امروز میخوام راجع به دوربین پاناسونیک لومیکس GX 85 با شما صحبت بکنم. دوربینی هستش که یه خود قدیمی هستش. من تا حالا در مورد دوربینایی که صحبت کردم همشون جدید بودن، یعنی مورد 2-3 سال اخیر بودن یا بعضیشون که تازگی ریلیز شده بودن. اما این دوربین مورد 2016 هستش، ولی کیفیت و قیمتی که داره نسبت به امروز کیفیت و امکانات مناسب و بروزی هستش. بعد نیست که راجع به این دوربین بدونید که اگه یه وقت خواستین برای یک کار کوچیکی دوربین انتخاب بکنید، این دوربین میتونه به شما کمک خوبی بکنه. با دیدن این ویدیو با تمام ویژگی‌های این دوربین آشنا خواهید شد و میتونید تصمیم بگیرید که آیا این دوربین رو بگیرین یا اگر دوربین دیگه‌ای دارین که مثلا میخواین یه خورده حالا کوچولو آپگرید تر بکنید، این دوربین مناسبتون هست یا نه. بریم با هم دیگه ویدیو رو ببینیم. خب اول از همه من بهتون بگم، من این دوربین رو یکی از دوستانم داره و تجربه کاربری اون رو به اضافه تحقیقاتی که خودم کردم و تجربه کاربری جزئی که خب دست دوستم بوده چند باری بهم دادش ازش استفاده کردم براتون میگم. یه تحقیقی تو اینترنت کردم، چرخیدم، سایت خود پاناسونیک رو دیدم، تجربه کاربری آدمای مختلف رو دیدم، یه جنبندی کردم، یه سری مطالب رو براتون نوشتم که راجبش باهاتون صحبت بکنم. اول از همه این دوربین 16 مگاپیکسله. اوکی، پیکسل خیلی بالایی نه، اما اینجای صحبت من یه پاز بزنم. مگاپیکسل 16 مگاپیکسلی یه کار نکنه همینجا ویدیو رو لفت بدیم، به خاطر اینکه سونی آلفا 7 اس تیری 12 مگاپیکسله، اف ایکس تیری که $4000 پولشه تقریبا اونم 12 مگاپیکسل. حالا اگه خواستین در مورد اف ایکس تیری ویدیویی رو ببینید باش آشنا بشین، من یه ویدیویی هستش که اینجا براتون آپلود میکنم. خب پس 16 مگاپیکسل خیلی چیز بدی نیستش. در مورد تصویر برداری من یه چیزی بهتون بگم، مگاپیکسل های بالا تو لولایت شما رو برای تصویر برداری دچار مشکل میکنن. اینه که شما هرچی مگاپیکسلتون توی تصویر برداری پایین تر باشه، مثلا دوربینایی که قدیمی تا تکنولوژیشون قدیمی تره، اینا باعث میشه که شما تو لولایت عملکرد بهتری داشته. البته یه چیزی هست در مورد سنسورهای BSI هستش، اینا یه مقدار از خودشون به شخصه در واقع یا خودشون اینا اینجوریه که عملکردشون تو لایت مشابه سنسورهای غیر BSI عملکرد بهتری دارن. دلیل علمی داره، من نمیخوام بهتون توضیح بدم اینجا، یعنی جاش نیستش، ولی یه دلیل علمی داره که این سنسور یک فواصلی هستش اون رو حذف کردن و باعث شدن که با نور مشابه بتونه تصویر بهتری بهتون بده. از این عبور میکنیم. خیلی خوب، این دوربین ظاهر کامپکتی داره، یک لنزش قابل چنج هستش، میتونی عوض کنید. لنزهای پاناسونیک رو میتونید بندازید یا حالا با ادپتر میتونید لنزهای آنالوگ هم حتی روش بندازید. اینا پاناسونیک میدونید که یک رابطه خوبی با لایکا داره، اینا المانته، برای همین لنزهای لایکا هم میتونید روش بندازید که خب چرا باید یکی روی دوربین نمیدونم شاید قیمت آنچنان بالایی هم نداشته باشه، $300 $350 $400، چرا باید مثلا یه لنز لایکا خیلی گرون بندازه؟ اینو خوب من دلیلش نمیدونم، ولی میخوام بگم که میتونید بندازین. خودم اصلا مطرح کردم. حالا بگذاریم این از ظاهرش. خب تو یک مدلش روبروش یه خود چرمیه، خیلی خوشگله. گریپ کوچولویی، کلا باتری واوی نداره، ولی جوابگوی کار خودش هست. 4K میگیره و میتونه 4K 30 فریم بر ثانیه بگیرین. سنسورش میکرو فور ترد هستش، میکرو 4/3 هستش. بالاخره میکرو 4/3 من ضریب اینو فکر میکنم ضریب 2 باشه، یعنی شما اگه لنز 5 میندازی روش در واقع ایکویوالنت انگار که روی یه دوربین فول فریم 100 انداخته. اینجا یه خورده جاییه که ممکنه بعضیا استاپ کنه، یعنی بگن آقا مثلا من اگه بخوام مثلا با یه لنز 11 بندازم روش که تازه 22 بهم بده، یعنی واید ترین حالتش 22، چون یه لنز 11 با بندازم، این دیگه واید ترین لنز 8 دیگه اصلا فیشایه. خب شما مثلا باید لنز 16 بندازین 35 36 بهتون میده دیگه، یه خورده اینجا خب به حال جاییه که ممکنه بعضیا بگن که ما دچار مثلا چیز شدیم، تردید شدیم. EVF داره ولی EVF با کیفیتی نیست. LCDش تاچ هستش، همه کارا میتونیم با تاچ انجام بدیم و به میچرخه، به صورت تیلت هست فکر میکنم LCDش.
بعد ضبط ویدیوش نامحدوده، شما میتونید نامحدود تا جایی که باتری داشته باشین، اوورهیت نشین، یا اینکه استیتون جا داشته باشه ویدیو رو بگیرین. عکاسی 4K میکنه. یه ویژگی که گذاشته، شما سوژه‌هایی که حرکت دارن که عکاسی 4K بکنین و خیلی میتونین این بلری ها و این سرعت اون رو جبران کنین و دستتون توی ادیت اون عکس باز هستش. وای فای داخلی داره، پورت میکرو HDMI داره. میتونیم اپ پاناسونیک رو هم باش متصل بکنیم که بعضیا میگن تجربه کاربری خوبی نداره اپ پاناسونیک کلا، ولی به هر حال این آپشن هست، شما میتونید با اپ پاناسونیک باهاش کار بکنید. ظاهرش در مجموع خوبه. شاتر مکانیکی داره. شاتر مکانیکی برای عکاسی خیلی مد نظره، برای ویدیو اون جایی نیست که بخواد خوش نشون بده. برای عکاسی باعث میشه که شما رولینگ شاترهای کمتری داشته باشین و عکسایی که حالا مثلا یه سوژه در حرکت هستش بلری بهتون نده. من یه چیزی بخوام، حالا اینجا من نوشته بودم میخواستم اول ویدیو بهتون بگم، این که ببینید دوربینای قدیمی همیشه بد نیستن. یعنی ببینید شما ما داریم راجع به دوربین 2016 حرف میزنیم، الان شما تو اینترنت بریم، تو یوتیوب بریم بچرخیم، مثلا دوربینی که 2021 تولید شده میگه آیا این دوربین در 2024 خوب هست؟ یعنی الان دیگه سوال شده و خیلی ویدیو در موردش هست. ببینید دیگه 2016 شد. اینجور هم نیست. ما الان دوربینایی داریم که 5D مارک 2 مارک 3 که حداقل مال 12 سال پیشه و داره هنوز تصویرای نسبتا قابل قبولی میده. من خودم چنل یوتیوب هم چند تا ویدیوشو با 5D مارک 2 گرفتم. نمیگم تصویر واوی، منم نورپردازی واوی نداشتم، ولی شما با این نور، من فیلم کوتاه درست کردم با 5D مارک 2 و بسیارم تصویر عالی میدادش. اینه که اصلا این دوربین قدیمی رو دست کم نگیریم. سنسورش خیلی شارپه و شارپ مثلا کلینیکال نیست، شارپ خوبیه. ما میتونیم فقط شاتر الکترونیکی رو برای عکاسی استفاده بکنیم که اگه این کارو بکنیم ممکنه که تو عکاسیایی که مووینگ فاست آبجکت هستش اینا بهمون یه مقدار بلری بده. داینامیک رنجش هم میاد پایین وقتی که شما از چیز استفاده بکنید، از شاتر الکترونیک. قابلیت شارژ از طریق USB تایپ C رو داره، ممکنه به اوورهیتیش کمک بکنه این قضیه. کلا اینه که تایپ C به شارژ میزنی یه مقدار نمیدونم چه اتفاقی میفته، ولی خب دوربین رو گرم میکنه. موبایل هم همینجوره، شما وقتی موبایل میزنی شارژ دقت کنی اون پایینش گرم میشه. احتمالاً پورت خوبی برای شارژ نیست. حالا اینا من نمیدونم دامی باتری داره یا نه، ولی دوربین دیگه که میخوان مثلا مداوم استفاده کنن باتری دامی باتری استفاده میکنن که یه باتری واقعی نیستش، باتری که سر این ورش باتری اون ورش به آداپتور میخوره به برق که فقط کاری که میکنین که ولتاژ مورد نیاز دوربین رو به حالت باتری به صورت کانتینیوس به دوربین میده و انگار یه باتری ناتمامه دیگه تا زمانی که برق نره که اشاره که نره. برای عکاسی تو خیابون و استریت فوتوگرافی خیلی مناسبه، خیلی توصیه میشه. برای قیمت دیگه من یه چیزی، حالا ایرانی ها میگن هر چقدر پول بدی همون قدرش میخوری، خارجی ها میگن you get what you pay، هر چقدر پول بدی همون قدر هم دریافت میکنی. برای اون خوبه. دکمه‌های FN زیادی نداره برای اینکه کاستوم باتوم انجام بدیم و اینا. ما به هر حال توی سونی یه کاری که میکنه دوربینای FN زیاد میذاره و این باعث میشه که شما بتونین کاستوم باتوم بکنین. میدونید تو حالت رانندگان این خیلی کمک میکنه که اون چیزایی که شما همیشه استفاده میکنی دم دستتون باشه و بتونین سریع جابجا کنین، هی تو منوهای 1000 تو و اینا نچرخیم. بافر کاپاسیتیش 15 تا را و 100 تا جی پیک هستش. خیلی خوبه، خیلی خوبه. یعنی حتی دوربینای جدید الان همچین بافری ندارن. وزنش یه مقدار سنگینه. در مجموع نمیگم پول بدید این دوربینه بخرید، اگه به قیمت مناسب پیدا کردین تصویرهای خوبی میده. کلا من پاناسونیک رو تصویراشو دوست دارم. یعنی شما، حالا من یه ویدیو درست کردم در پاناسونیک S5 II که دوربین بسیار بسیار خوبیه و در رنج قیمتی خودش واقعا نوتیسبل. دوربین S1H واقعا خوبه.
من برای هر دوش ویدیو دارم. برای اسفانش هنوز درست نکردم، ولی برای S52 درست کردم. به ترتیب اینا رو منتشر میکنم که میتونید ببینید. دوربینای مناسبی هم و نسبت به قیمت پاناسونیک معمولا همیشه ویژگی خوبی به ما داده. ممنونم که ویدیو رو دیدین. اگر ویدیو رو دوست داشتین لایک یادتون نره، کانال رو سابسکرایب کنین که ویدیوهای خیلی زیادی من در مورد دوربین خواهم گذاشت و اصلا مسائل مرتبط با فیلم سازی و سینما. ویدیو رو اگه دوست داشتین شیر کنید برای کسایی که حالا دنبال دوربینن یا میخوان ببینن یه دوربین با قیمت مناسب و ویژگی مناسب چی هستش، اونا دستشون برسه و همچنین از کانال من حمایتی بشه که چون کانال یوتیوب که خیلی من حداقل الان که دارم باهاتون صحبت می‌کنم به درآمدی که نرسیده و برسم تو ایران یه مقدار بحث درآمد پول رو گرفتن که خودتون میدونید که یه مقدار متفاوت و با این کار باعث میشه من یه مقدار این تهیه این ویدیوها خیلی سخته، خیلی انرژی میبره. اینها من بتونم که به اصطلاح انرژی میگیرم از لایک و حمایت های شما. ممنونم و خدا نگهدار.